دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی درسی جدید از کانال ما. امید که جور و صحتمند باشید. موضوع درس امروز ما ضمیر یا پروناون است که ما در زبان دری هم ضمیر یا پروناون داریم که به جای اسم استفاده می شود. خب امروز می خوانیم ضمیر یا پروناون یا ضمیر که pronoun is a word that used instead a noun. ضمیر کلمه ای است که به جای اسم استفاده می شود. یعنی جلوگیری از تکرار اسم ضمیر می گوید که اگزمپلش رو می تونیم بگویم. مثالش علی is a boy. علی یک بچه است. He is a boy. او یک بچه است. ضمیرش he است. استفاده کنیم از تکرار اسم جلوگیری شد. انواع ضمیر یا pronoun: personal pronoun ضمیر شخصی. It used instead of a noun in place of subject and object. بجای اسم، بجای فاعل و مفعول استفاده می شود. خب حالا می خوانیم که فاعل مفعول چیست؟ subject همون فاعل، I از من، you از شما، we از ما، they آنها، he او بچه، she او دختر و it او بیجان. object یا مفعول me ما، you شما، از ما، them آنها، هم او بچه، his او دختر، اتم او بیجان. example subject میگیم که اول I am a girl. من یک دختر هستم. You need help. شما کمک نیاز دارید. We are students. ما شاگرد هستیم. They are smart. آنها هوشیار هستند. He work hard. او بچه سخت کار میکنه. She is beautiful. او دختر زیباست. It is a pen. او یک قلم است. با یک بیجان it استفاده میکنیم. example object He called me every day. او بچه زنگ میزنه به من هر روز. I like you a lot. من تو را خوش دارم زیاد. Can you give us an example? میتونین شما به ما یک example بگوین، مثال بگوین. Please speak with them. لطفاً امر آنها صحبت کنید. Give it to him after classes. او را به او بچه بده پیش از صنف. I see her every day. ما او دختر هر صبح میبینم. Do you like it or not? آیا تو را خوش داری یا نه؟ نه خیر. خب ویدیو درسی ما به پایان رسید. امید که مفید بوده باشه. لایک و سابسکرایب فراموشتان نشود. اگر کدام انتقاد، پیشنهاد، نظری داشتین در کامنت ها برایم بنویسید.